هلو گاز، چطوری؟ نیما هستم. اینجا روز خوبی بوده داشته باشید. امروز اومدیم با یه ویدیو جدید، میشه چهارمین ویدیو چنلمون که اومدیم چگونه دستامون عمرشون رو بیشتر کنیم. من یه دست پینگ پونگ دارم، کنین این دست پینگ پونگ منه، خریدمش 170,000 تومان. بریم با هم درستش کنیم، تستش کنیم. این درست تست کردن، حالا تست که میکنم حتما تست رو میذارم. بریم با هم چیزشو بدیم با تا عمرشو بیشتر کنیم، عمر دستمون بیشتر شه. اگر شما هم دست پینگ پونگ داریم حتما اینجا یه علامت دست پینگ پونگ واسمون بزنید، یه استیکر. دوستتون دارم، تا آخر ویدیو همراه هم باشین. خب بچه‌ها بخش اینجا ویدیو صدا نداره، بریم سرتون توضیح بدم چی میشه. اینجا من دستمون، این دست منه که میخوایم با نوار چسب دورش رو قشنگ آب بندی کنیم که کنده نشه. با قیچی بازش نمی کنیم، به درد نمیخوره. و چاقو دست زنجانی میانیمش وسط، اینطوری میزنیم و قشنگ بریم دعوا. به داشم. خب با این میبریمش. دست زنجانی عموم برام خریده. شوخی کردم. خب بریم چیکار میکنیم. چسب رو برمیداریم و اینجا چیکار چسب رو برمیداریم، پیدا میکنیم چسب رو میز سطحمون رو صاف کنیم. سطح میزمون رو چسب رو کنیم به این صورت. زیادم نباید بکشین که باشه و روش فشار ندین. خب اینجوری این کاری که من کردم الان اشتباه بود، چون الان بعد اذیت میکنه واسه در اومدن. چاقون رو برمیدارین، میگیرین به اندازه‌ای که مورد نیازمونه میبرین. من سانتشو بالا گوشه تصویر می نویسم حتما که برین این سانتی ببریم. من یکم این وران ور بریدم. خب بریم اینجوری، نه هیچ جوری نمیشه چاقو فهمش، همونجوری که من بریدم گرفت. بریم خب یکم طول میکشه این تیکه. خب تا این واژه دهن ما سرویس میشه. یه چپسه. خب دستمون رو برمیداریم، میگیم دستمون. خب دیدی که چسب هم نکنین به این صورت از پشت مشکیش میزنیم. خب یه فشار ریز میذاریم روی دستمون. خب این نکنین یه باشه که رو دست قرمز، ولی به نظر من رو قرمز بزنیم رو مشکی بهتره. کنین همینجوری تنظیم میکنیم قشنگ. یه بار دیگه این تو ویدیو زد نیفتاده، خیلی این قبلی دیگه نکنین چی میشه. یه تیکه چسب دادم، اینو میبینیم. یه تیکه دیگه برم داریم، همینطوری میذاریم لبش، میبینی میکشیم میاریم این دستش قشنگ فشار میدیم. همینطوری به همین سادگی. خب بریم تا موقعی که همین رو بزنم. خب بچه‌ها ما کلا زدیم. این چسب رو نکنیم به این صورت برمی‌داریم، وا می‌کنیم می‌ذاریم کجا دسته، این بغل دسته رو شیارش میذاریم قشنگ رو لبه تنظیم میکشیم، میذاریم رو لبه. نکنیم میذاره چی ببینید قشنگ صافش هم می‌کنیم، دوشو میکشیم میذاریم رو لبه، میکشیم میذاریم رو لبه. همینجوری تکرار می‌کنیم. اینو تکرار می‌کنیم یه بار دیگه تا آخرش قشنگ تکمیلی میکنیم. میرسیم اینجا اینطوری برشش میدیم و تمام. این الان کامل شد. این از این قشنگ تمیز شیک مجلسی گوگلی مامانی گوگلی. خب این یه دستمال پاخسر بعد ویدیو دستمالش میکشم. و یه کار دیگه مونده. این بغلش که میبینین دم دست میزنم روش، این سنباده میخواد چون تیزه این لبش، بعد قیمتش هم چون ارزون بوده اینجوری. این لبش تیزه، من یه سنباده میخوام که بعد این لبه رو قشنگ بصابونم باهاش، تمیزش کنم
شیکون مجلسی که دیگه وقتی دارم بازی میکنم دستمو اذیت نکنه. این دوشنی زدم. شما قشنگ با تنظیم بزنید. من یکم بی سلیقه‌ای زدم که سری ویدیو تموم بشه و قشنگ به این صورت رو قرمز. اگه حوصله داشتین حتما چسب قرمز بزنید رو رنگی که زیاد معلوم نباشه و لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنین تا من برم پیدا کنم و بیام. خب بچه‌ها من رفتم سنباده خریدم. سنباده نداشتم رفتم خریدم. این از سنباده‌مون و برشش بزنیم که بخوایم قشنگ سنباده‌اش بزنیم نکنیم با اینکه نمیشه این بزرگی چون زنجانیمون رو بر نمیداریم چون خراب میشه تیکاتر. بعد این ور هیچ وقت سنباده رو نبرین. من کار اشتباهی کردم این وری بریدم. خیلی اشتباهی بود کارم. این سمت ببری بکنین. یه خرش کوچیک و دوباره وسط دیگه تا دیگه میزنیم و یه برش دیگه هرچی کوچیک‌تر باشه سنباده‌مون راحت‌تر میشه با سنباده. خب اصلا فکر نکنید من با دست بریدم. خب برمی‌دارین رو قشنگ به این صورت می‌بینید که سنباده میزنیم. بریم سر این سنباده رو ببینیم چجوری میزنیم. با ما همراه باشید. خب بچه‌ها آماده شد. قشنگ سنباده رو زدیم دیگه زبر نیست. خب مثل راند سوم نگاهی ما وانیش گرفتم. خب بدم دستش قشنگ آبش کنم که دستش یکم مقاومش بیشتر چون این چند لایه چسب خورده میترسم دستش در بره و از این دسته رو میذارم قشنگ تو وانیش. حوصله ندارم دیگه زیاد برم رو فندکینا بگیرم. با یه بشکل کار رو هم میارم. میذارم دسته رو اینجا. نه با این دست نه با اونکی دست برید. 3 2 1 این از این. ای بابا اینجاش یادم رفته ببرم. واسه یه بار دیگه بابشی حال ندارم ببرم. 3 2 1 به همین خوشگلی با یه بشکن کار هم میارین. نکنین قشنگ تر تمیز مرتب قشنگ دست جا میشه به راحتی میشه باهاش رفت کونه. باز کونه بعدی خیلی عالیه. حالا دوستم یه چیز کامنت ببینیم واقعی یا کیکه اینو بگی. خیلی ممنون. خب بچه خیلی ممنون که با من همراه بودین. اینجا خوشتون اومد باشه. این از دسته من قشنگ تر تمیز. دو سه تا ویدیو دیگه گذاشتم برید حتما نگاه کنید. ویدیو قشنگی حیوان. خب برید نگاه کنید قشنگ ویدیو قشنگی چون وقت نمیتونم دور ویدیو رو این که از اول بگیرم. این دسته تمیزش کردیم قشنگ اینجاشو وانیش زدیم. برید حتما ویدیو رو از اول نگاه کنید. چیزی نفهمیدید خیلی دوستتون دارم. وقت رو نمیدم تا ویدیو بعد. بدرود.